توی این ویدیو قراره با هم دیگه تاپسی کلاس ها رو آنباکس کنیم. تاپسی کلاس ها رو آنباکس کنیم و ما میدیم اون کسی که الان میخواد باز کنه میده به یه نفر، اون باید به اون یکی بفروشه، به اون کسی که اینو انتخاب کرده بفروشه کارتشو و بفروشه و ببینه اون میخواد یا نه. هر سه تا رو باز میکنیم نفری، کارت ها رو نوبتی میدیم دست یکی، هر کی یه کارت به اون کی میفروشه، بعد فروخت، بعد آخر میبینیم کارت های کی چیه و بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها به صورت شانسی من بهتون میدم، بریم پشت شانس انتخاب کنیم. بچه‌ها اینطور میاد، من میدونم همه کدومتون چی گفتیم، بخاطر همین بریم سراغ اولین نفر. دانیال بفهم. نه بازش کن. کارتاش که برای تو نیست، فقط باز کن. درست نشون بده قشنگ، همه کارتا رو درست نشون بده. من نشون بدم. مسی بده. مسی شکلیه چنا برچسباش و اون یکی کارتو بده. چرت و پرت. خب حالا همه رو بذار تو دستم، همه رو بده من. همه رو دادی؟ بریم سراغ نوبتت. تاپسی کلاسه، ببین فیکه ولی جنس کارت رو دست بزن واسه الان میرم باز کن. میرم باز کن. بریم بچه‌ها سراغ کیارا. خب باز کن و جنس کارت رو دست بزن. ما اینو توی ویدیو باز کردیم، اگه نه بچه‌ها بریم ببینیم. همه رو دونه دونه بده من نشون بدم. جنس کارت رو هم دست بزن من شخص. و بچه یورو بده. آخ افتاد. بدهش آقا درست بدیم من. یورو که هریکین. یورو هریکین. یا هم شانس من. آقا این کارت رو بگیر. آقا اون یکی کارتی که نشونه آدمو بده. یورو هریکین در میاره این محمد. خب بریم سراغ باز کردن من. بریم. کارت من یه جلو بگی. آقا محمدی که برای خودش خواسته. آره چون شما خودتون نباید قبلش انتخاب میکردیم. معلومه؟ چرا؟ معلومه؟ یامال. آره؟ یامال. آره. این بچه اسمش این آی لامی یامال. بابا کیه؟ نمیشناسی؟ وینیسیوس رو نمیشناسی؟ جون وینیسیوس لیواندوزدیه. درست بگیر. لیواندوزدیه. کوماگیک. بابا لیواندوسکی. اوکی درست نشون دادی اصلا. آره. خب حالا منو بگیر. کارتون رو مخلوط میکنیم و فروشنده الان انتخاب میشه. مخلوط. خب بچه فروشنده اول قرار انتخاب شه و فروشنده اول اینه که باید نفری 3 تا کارت بفروشه و میذاریم اینجا زیر دستمالا و بعدش زیر دستمالا. بعد بچه دانیال اومده باز بچه شده. خب میذاریم زیر دستمالا، بعدش خودش میبینه کارت ها رو، بعد سعی میکنه بفروشه یا با دروغ که این کارت خوبیه یا با راست که واقعا کارت خوبیه یا کارت بدیه. و همینطور که میبینید 2 تا عباس. خب به اون کسی که الان حرف بزنه کارت نمیرسه و یه دونه برچسب داریم که اون فقط میرسه به یه نفر تو هر راند و در آخرم همه یه دونه برچسب داریم و نفری هم 3 تا کارت و فروشنده اول کی دوست داره باشه. خب دانیال خب بشینم اونجا، من کارتای فروشتو بیارم. بچه خودم هم نمیبینم واقعا، شانسی هم اینو انتخاب شده و این کارتات و من زیر دستمان میچینم و تو بفروشی، سعی کنی بفروشی. خوبه رو سعی کنی برای خود نگه داری، ولی نمیتونی بگی که اینو من من میگم اینو میخرم تو بگی نه من اینو نمیفروشم، حق نداری. بریم سراغ واسه من اینا رو بزنم زیر دستمال بهتون نشون بدم. بریم. من یه توضیح خواستن. این توضیح اینه که مثلا زیر دستمال کارته 3 تا کارت، یکیش یه دونه برچسب هم داره و باید سعی کنم کارت خوبه رو برای خودش نداره و اون یک کارت رو بفروشه که کارت د پ ک داریم و زیرشون رو دانیال خودش انتخاب میکنه چی باشه، این دستمالا رو جابجا میکنه و اینکه
نمیتونه بگه که من اینو میخوام به خاطر این نمیفروشمش و بعد حتما اونی که مثلا باید مثلا کیار میگه من کی رو میخوام باید توضیح بده. دانیال یا به دروغ یا به راست توضیح میده که این کار چیه و بعد از اینکه توضیح داد کیار میگه میخوام یا نه، ولی هر کی میتونه یه توضیح بده، یعنی کیار توضیحش گرفت دیگه نمیتونه و من میتونم بعد دفعه بعد توضیح بگیرم. بفهمم اینجا. خب بچه ما سپاهی نریم بخودم خوب نمیتونم. الان تو باید جاشونو عوض کنی. من نمیبینم. بشین کیارا بشین. کارتون رو عوض کنی، باید جای دستمالا رو عوض کنی. زیرشون کارته؟ آره گفتم دستمالا رو از روش بلند کن بذار جای بعدی. باشه یه ثانیه دیدم خواستم اینو چیکار کنه چون که نمیفهمید. نه خب تمام کردیم. خب الان بچه اینجا این شکلیه. دانیال دوربین دستت نمیتونه باشه. خب بشین کیارات خریدار اول. خریدار اول. خب بشین کدوم رو میخری؟ خب تو الان باید بگی بین کدوم رو د میخری؟ پ. نه بشین. نمیتونی ببینی نمیتونی بشین. د پ که دپکه در مورد دپکه فقط دپکه. خب بگو یه توضیح بگیر. خودم نمیدونم چیه کارته. پل میخوام. پ. بذار ببینم پل چیه. من نمیبینم. پل خیلی خوبه. یا داری دروغ میگه یا راست میگه. تو دکمه یه داری که میخرم، دکمه داری که نمیخرم. نخری لطفا. نه نخر. تو خدا نخر. بدو. میتونم سوالم بپرسم ازش؟ سوال آره میتونی بپرسی ولی دانیال یا دروغه یا راست. اوورالش نده. نمیتونم اینو بگم. خب چرا راست یا دروغ؟ 80 نه اوورال اوورو فکر نمی‌کنم کارت داشته باشه. 95. میخره. خب برندار کیارا اونو خرید. خب میریم سراغ همون اول خریدی نمیخواستی واسه توضیحات منم بشنوی؟ نه خب بچه اینجا من اینجام چون هیچ فیلم برداری هیچ نه. خب کیارا شما چیو خرید؟ پ. من دیو. خب ببین چیه؟ من میتونم ببینم؟ نه من که به تو راهنمایی نمی‌رسم. خب نه کلا بچه دیگه واسیم ده خیلی بده. ده خیلی بده. خیلی بده. اوورالش چنده؟ کارت تو برعکس کنش. اوورالش رو ببین. اوورالش اون بره. خب اونوری کن. خب همگی اونوری چیه؟ خب اوورال نداره. نداره؟ من اینو میخرم. میخری؟ خب اول کارت خودتو باز کنی که خب واسه اینم لیواندوزی و 2 تا بچه هست مبارک. خب پ کیارات این عباس نمیشه. برای تو بدتره. برای منم این کلاب این کلاب کجاست؟ دیماریا نه آقا مادرید. دانیال دروغ گفت 95 85. دروغ داره. بریم سراغ فروشنده دوم که منه. کیارا. تو که فروشنده شدی. بریم سراغ کیارا. خب بچه‌ها اینجا کارتاشو بچینیم یه دقیقه. خب بچه‌ها چیدم. الان دانیال بشین. دانیال خریدار اول. خب خریدار اول سوال بپرس. چه هنوز هیچی کیارا خودش ندیده. نیدی؟ من دی رو میخوام. باید ببینی چیه. توضیح بده. حق دیدن نداری. رو تو اونوری کن. خیلی خوبه. خیلی. حالا باید میتونشم. نه فقط یه دونه. فقط داره گفت. حالا سوال میتونه بپرسی. اوورالش چنده؟ اون ور رو نگاه کن. صد. اوورال 100 نداشت. چرا این لیونل مثل 100؟ شاید درست میشه شاید دروغ. 100 نداشت. بذار پویان
نمیتونی باید بخری. میخوای واسه اوکی. بچه ها من که ببین چیه که خیلی افتضاحه. خیلی. خب من الان انتخاب میکنم من که رو میخوام بخرم. من یه جوری گفتی صورتت دیدی آخه از افتضاح خندن میگه. آره خب من تو ده. تو ده پم هستا نه ده. ده اوکی واسه اول بان خودتو باز کن پیشو لامینیامال با یه دونه برچسب خود دانیال پویا بدبختی پویا یورو هریکینه بچه یورو واسه من شد بریم فروشنده نوبت من بچه ها بریم این کاری میکنم 6 ساعت کارت من بهتره کارت آقا من بریم بریم خب بچه ها برچسب آخریه برای خودمه چون که هر دوتون برچسب گرفتیم بشین بچه کارت ها رو بچینیم بچه این هست اینا موندن بچه من خودم اینو دوست دارم بگیرم کی رو دارم این دانیال خب بریم آقا فروشنده ها سلام شما چه کارتی میخواید؟ نه خریدارا من له دیو خب له برو بیرون دیو میخوام ده نه پی خب اول دا کیا اول کیا خب ده واسه ببینم چیه یه عباسیه توی بارسلوناه خیلی چرته دروغ میگه هیچ کی دیگه تو بارسا نبود چه همه میخوایی بفهمین بعدش توی زمین چمنه اصلا من دوستش ندارم خب خب دانیال تو میخوای بخریش یا نه پی اوورالش چنده اوورال پی واسه اوورالش اوورالش 78 100% داره دروغ میگه نه 76 راست تا کجا بودی میگه کارت رو دیدی حالا دانیال سوالش دانیال. بپرسه. پدرام په بریم پرهام خب واسه چیشو میخوای اوورالش چرا احساس کنم بلند میشه چرا داری میبینین آقا برو اون و اوورال آقا واسه میخوای صورت من ببینین اوورالش 80 دیفنسش چنده دیفنس خب 65 میخری؟ تیمش نمیخوای بدونی؟ چیه تیمی؟ آسویلا خریداری شد خب بچه ها آسه میلان آقا من دیو میخوام بگیر نه من همون ده بریم نه، ده باز کنیم. دیگه گفتید این کیه؟ بارسلونای آنگومردیکا دیگا بگیر کارت خودت خیلی خوب کارت من وینیس این کیه نمیدونم جونیور نه بابا این وینیسیوس آره وینیسیوس جونیور ما میتونه برای ما باز نه اینا برای ما آره بچه مرسی که ویدیو دیدین اگه بازم کارت قایم کن اسمشو اونجا میویزم دیگه اسمشو الان به ذهنم نمیرسه محمد قلی کارت مرسی که دیدین تا ویدیو بعدی مجازات داشتیم ولش کن ویدیو مجازاتی نبود چرا؟ ولی ویدیو مجازاتی نبود مرسی که دیدین تا ویدیو دیگه فعلا چیه؟ کارت من خیلی خوبه به غیر از این کی با آسه میلان بیا اینو تاپ بزنیم بابا هریکین خوبه لامین با هریکین تاپ بزنیم کارت های من از همه تون بهتره با این با هریکین یورو قبلشون گفت هریکین عمرم با هاشیشه
گفتی بازیکن مورد علاقت نه میخوامش ولی هریکین من 95 آقا با این میزه 95 پس یکی از اون اینم بهتره خب چند 82 بچه اینا قراره چیز کارت عوض کردن 6 سال طول بکشه. بخدا بس